کار ما خوش آمدی. سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی. سلامت باش. حسن آفرین. یک جان تشکر مادر عزیز. یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من اینومی همه یمی چی شما را خیر مقدم به همی دروازی خشباد خباره خوش اومده. من همیشه و خرسانی ما خوام نبید است که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم، ندیم او سالی دعوت نامم دان من اموش خربم امو قشلاق با ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من امروز بی که در همی زنگ بیم بیومم با پیشتم همو بلنده نه؟ ساز خوب است. جناب عالی این مهنت ها شما دو مکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم، این بابادی ها را بگیم در واقع ناشناختنی سیاز گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم. حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکره. سلامت باشه. حسن جناب عالی حاضر کدوم ایمی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در همینه همون پریزنت ها میبینیم فخر میکنیم، میگن بینشه ای همه خشرویتا، ای همه وزیتا، ای همه قد بلندتا، ای همه گردوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خودت هرکی هست. کدوم یک خدمت ها طرف گیم 7 شب 7 روز بگم یک سخنی من کم قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در اینده 30 سال کرده یکان کس نکرده است. ای همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که آه اینجا سختی پریج ای بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی میگم در شنوی میگه در پریج هم زخشیره چی است. ببین هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چاک کنیم تار استاد میگم که سلامت باشه. حسن همه یمینا خدمت ها خطن ای شریح ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستیش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی که باد فاطمه از او را هر مدونا نکی دوره بیزبی را نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برای باید دو 5 خونده می چی نه این حالت هست خطبیه پیشوا میداد کوات آل میبین میکنم دگون کار کوات ابتم برام خونم درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من همه اشیم. انا در همی 65 سالگیم حواسم کرد چیا خطبیم الهام و ما در فروغ سوب دانایش را کرستم. احسان آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او الهاتی و او خدا یک یاردم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دوام کتاب میخوندم باره کتاب خونده دیگر بر همه را خود تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن نداریم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما. سلامت باش.
سلامت باشید سلامت میگم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسن ولی نام خودت فاطمه یا که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. اکتبر حتما به جمهوری را برید. بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم. نه چی باشد؟ خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یکی گباز کمپیر یکی فراموش نکنم. نه برعکس برای جوان ها این چی عبرت می شود. جوان ها عبرت می شود. میگن گل با پیران خشه جوان ها خودشو گلن. سلامت باشید. امی کردکی امی کردکانو امی مادر خودشو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه. بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر خونم میگم خو امام علی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان. نمو کردکی 2.5 ساله. رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میستر خشومه 100 بار خشومه به همین دروازه خشباد هوا را میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد. رحمت خشومه میوه ما پیش ببینید من کیناس کرامی میام سلام کنم خطی اکی سال من استم خطای پیش ببینم مال بیا خاله ما جنباز کرد دیگر یکون کسی دیگر یکون چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای باید نمیشد بخدا این 1.5 ساعت برآمد کردگی منه 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن